به نام خدا به پایگاه و مرکز مشاوره تخصصی اثر انگشت خوش آمدید. خیلی خوشحال هستیم که امروز میخوایم با هم در خصوص بحث امضای دیجیتال صحبت بکنیم. رشد و توسعه فعالیت‌ها بر پایه اینترنت باعث شده که قانونگذار به سمتی بره که یک سری ضوابط و قوانینی رو وضع بکنه که به وسیله اون ضوابط و قوانین ابتدا یک امنیت خاطری به استفاده کننده ها بده و دو جلوگیری بکنه از افرادی که میخوان فریبکاری انجام بدن. خب وقتی شما در قالب اینترنت داری یه سری به قول اون فعالیت های اداری و اقتصادیتون رو انجام میدید، باید در خصوص هویت شما و جلوگیری از جعل هویت شما یه سری اقداماتی انجام بشه که خوشبختانه از سال 91 این موضوع در به قول معروف کشور عزیزمون ایران هم قانونی شد و امضای دیجیتال هم به قول معروف رسمیت پیدا کرد. اما امضای دیجیتال چیه؟ امضای دیجیتال یک الگوریتم بسیار پیچیده‌ای داره که این الگوریتم رو به عنوان RSI میشناسن. دارای دو تا کلید هست. یک کلید خصوصی هست که در واقع بحث مهمی هستش که برای هر فرد هست و اگر یک زمانی بخوان در امضای دیجیتال شما کسی دست ببره، در واقع باید به این کلید خصوصی دست پیدا بکنه. و یک کلید عمومی داره که این کلید عمومی باعث میشه که به قول معروف شما تعیین هویت بشید توسط بقیه. اما امضای دیجیتال رو با امضای الکترونیکی هیچ وقت با همین دوتا رو یکسان در نظر نگیرید. امضای الکترونیکی در واقع اسکن امضای شما هست که شما یک بار یه امضای کردید و دیگه اون اسکن میشه روی هر سندی که میخواید انجام میدید. مثلا توی دانشگاه ها این اتفاق زیاد میفته که یه اسکنی از یه امضا هست روی هر سندی که بخوام مورد تایید باشه انجام میده. ولی امضای دیجیتال چون امنیت بالایی داره دیگه مثل اون اسکنه نیست. خیلی خوشحال هستیم که ما پایگاه تخصصی اثر انگشت رو راه انداختیم به عنوان اولین و بزرگترین پایگاه تخصصی اصالتیابی در ایران و همه روزه در کنار شما هستیم تا موارد و مشکلات خودتون رو با ما در میون بگذارید. بلافاصله با مشاوره کارشناسان ما بتونید یک راهکار خوبی رو داشته باشید و به مسیر سبز که میخواید برسید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید. با تشکر و روز بخیر خدمت شما.